سلام دوستان، به این ویدیو خوش اومدید. 3 تا ترفند عالی و کاربردی براتون آوردم. امیدوارم که به دردتون بخوره. اولین مورد در مورد گوجه هاست. اگر میخواید گوجه ها مدت طولانی بیشتری توی یخچال بمونه، انتهای گوجه ها رو چسب کاغذی بزنید و بعد داخل یه ظرف دردار گوجه هاتون رو بچینید و توی یخچال بذارید. اینجوری تقریبا گوجه هامون تا 2 هفته موندگاری دارن و ما میتونیم ازشون استفاده کنیم. ترفند بعدی ما در مورد خیارها هستش. خیارها معمولا زود پلاسیده میشن. برای اینکه مدت ماندگاریشون رو بیشتر کنیم، یه ظرف میاریم، داخل ظرفمون رو دستمال کاغذی میذاریم و همه خیارهامون رو روی دستمال کاغذی میچینیم. برای اینکه ماندگاری خیارها بیشتر بشه، ما میتونیم از یه قاشق استیل استفاده کنیم. قاشق استیلمون رو روی خیارها میذاریم و بعد یه دستمال کاغذی دیگه روی اونها قرار میدیم و در ظرف رو میبندیم و داخل یخچال میذاریم. اینجوری تقریبا خیارهامون تا 3 تا 4 روز موندگاری دارن. برای نگهداری از کاهومون از سلفون استفاده میکنیم. کاهو رو کامل داخل سلفون میپیچیم به طوری که هیچ منفذی نداشته باشه و هوای داخل سلفون نشه. وقتی خوب که این کار رو کردیم داخل یخچال میذاریم. تقریبا 2 تا 3 روز هم کاهومون سالم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و از ترفندها استفاده کنید. لایک و ساب یادتون نره و زنگوله گوشه رو بزنید تا هر وقت ما ویدیو جدید داشتیم پیامش براتون بیاد. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.